बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो अल्लाह पाके नामा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करना कि अल्लाह पाक तमाम वाजियाना बलोच को हर कुछ हसेंत आना सेहत व सलामती बदन वहीच गुना सकियो सूरी मागेंदा थे व उम्मीद करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैन बलोच कौम इत्तफाक व इत्तेहाद ईजाद बकन। मरुज़ी दर मौरद पोस شونكا بعد إبوسة شونكا مثلا از إيشي كي مثلا رنگ سياهو تب إشرا إسبيت كني شونكا مثلا إس يعني رنگا إسبيت كني إبوسة شو بي حالات شو بني حالات شي أنا ما قدك كي هارا شوده هنت شوده آبي جنه شو چانگا جنه چانگی جنه دوار چون کنه آرا کشه کشیه پدی چانگ جنه اپد دوباره آره کشه تا که ایشی کاملا و طویل کن اسپیت بود اسیاهی رنگی اسپیت بود. والا ما یک تکیه بخاطرشی که دوستانه پیش بداره عملی طور سری کار کنی وشی چو به حالت جنه شئین یک بعد کنه که دیگه کشوار دیگه ای مثلا گرینان اکته پوسه ای گرینان اکته پوسه ای مثلا رگان اکته پوسه ایشان دور یعنی به ای حالت چه ایده ای جاگه تشبوت به حالت دیگه کم ای چنی دور یعنی دیگه چو به حالت چه ایده تنه کو اسپی بوتا کمو کجاه یا ای جاگه نوشی کامل هنچ جنه آپی جنه نو دسا انچی کشی کنی اما آپی جنه نو پدا کشی نی تا این یک پلا بات کنه که یا این یک مثلا کشی ایشی کشوا و ویل بود دیگه تک ما گشتر سر کار کنه ایشی واشتر و اودک ته سروز ما بنده واشتر جواب دادن اپدا ای جاگا ایشان ای چیزانی که ادانه مثلا چینی یا اشغالان ای تلا شانه گویا چاقوی تیزه شانه گویا چاقوی تیزه دوسری داره به حالت دارینی یک کبدار یک کمکی ایشانه و چاقوی کره شانه و تیاب چاقوی راحت ای جاگا ایشانه چو جنین تا کیشی کی اشکالان که ده هسته دور به ای پوس گوره چه نازک بود وقتی که پوس نازک بود پوس پشت دیمی صاف بود جرمی ارما بود گوره ای پوس تس روز واش جواب دند نو اپدا ای پوس هر چیپشا ما بکاشه ای پوس نسدد بچه وقتی که پوس نوکینه ببو و اپدا یک دیگه چیز برای چی که مثلا کسایی که پوسش هست مثلا پوس آسکی پوسش ها یا آهوگ ها یا سیدیش ها نو ای پوس دستش کبتا چون که نگهداری کنه اگر ای پوسا گو مود نگهداری کنه وقت مودان ایر بود شرپ پشت ای پوس پیگ هست ای پیگان یک لولک هست یا که بنام وروک بلوچی وروکی گوه کم ای پوس ٹھونگا کن ای پوس از بین با بل اگر پوس تمیز بود پوس به حالت که هستو به حالت هستو ای پوس اگر به حالت تمیز کنه اگر ای پوس سالهای سال منتیم بود سالهای سال ایر بود ای پوس خراب نبود هیچ گونه مواد نگاه دارنده هم تا ای پوس استفاده نبود پدا بعض بزرگواران پوس مثلا دسترسی به پوسش نه سروزش ها از شهرستان پوس سفارش دادن اینترنتی خرید کنه ای پوس که شهرستانه ای پوس دباغی شده یا ای پوس برای سروز جواب ندن پوس دباغی شده برای سروز جواب ندن بعد یک پوسی بود خامه نبود پوس خامه بود دباغی شده چو سری کار بود ته کارخانه
حرارتی دین چی کردن بالاخره شی بخاطرشه که یک موادی جنه که وقت بداره آپوس برای سروس درد نوا مگه پوست خامه بود پوست خامه که بود ای پوست خام تس روز واشتر جواب دادن ایشی پشتیو ایدم دیمیو این قسمت دیمیو حالا شی پورتر بوده پوتانی من تمیز کرده چه به حالت درگه وقتی که صاف یک دست بو به حالت درگه هیچ جاگه تونگ هم بود وشی الان پدا کش شوا زمانی که تی بنده این بات کنه که کش شوا بله چه هر چی گشتر ایشره تو چنگ بجنه هر چی گشتر چنگ بجنه ایشی اسپیتر بود هر چی گشتر چنگ بجنه مثلا ته پوست کشن رگو کاسته پوست جن این رکوان ویله به پوست ویله بو یک دست بو تیچ که بو و تس روز واشتر جواب دن تس روز واشتر جواب دن امید کنین که این ویدیو مورد پسند قرار بگیرید و دوستان بتوانن که اگر پوستش هست هدف شو چونکه آوت پوست نگهداری کنه چونکه تمیز کنن چونکه استفاده کنن چونکه مثلا آیه ای جاگه ای آشغالان پشتی شی پشته ایشان چونکه دور کنه ای جرمانه شان گویا چاقوی راحت دوره به زمان که شان پکر راه پوست پشتی این دیمی صاف یک دست بو ورود تس روزی مناده الان این قسمت پچه ای جاگه شید که پچه چنگ جتا بلاشو اسپیتا بو تا تی چنگ بجنه ایتال دوره می ایتال خود بخود دوره می شی واشه بود دیگر سرپدیه در مورد پوست امید کنین که ویدیو مورد پسند قرار بگیرید و تمام واجیانا به الله سپارین گنجی رحمتان باوجید ما شبی کسر فرید بلوچ از شهرستان سراوان